یزدی تشریف داری درسته؟ نه من اصفهانیم. اصفهان. گفتی اصفهان، من چقدر خاطره دارم دوران خدمت. جدی؟ اصفهان خدمت کردی؟ نه کرمان خدمت کردم، ولی اصفهانی شما صحبت کردی یه دختره بود معلا نامی بود، شما من یاد اون انداختی، الان منو بردی به خاطرات. خب میگفتی مهلا؟ آره اسمش معلا بود. نه یه رفیقی داشتم هم خدمتی داشتم، این خاطر این معلا رو خیلی میخواست. نگفته بود به من راجع به این هم خدمت؟ چرا نگفتم؟ نمیتونم. خب چی بود اسمه؟ معلا دیگه. آقا معلا رو که فهمیدیم، هم خدمتی تو کی بود؟ آخه هم خدمتی که بالغ بعد 20-25 سال گذشته، من یادم نمیاد که. اسم مهلا رو یادش، اسم هم خدمتش یادش نیست. خیلی جالبه. مثل بابا شدم یواش یواش فراموشی میاد دیگه. حالا ولش کن. بوق نزن. هم نکش. شه؟ ایشم نکن. لا اله الا الله هم نکن. اما جا اصلا حرف نزن. داداش هم نکن. داداشه که دیگه این داره میگه بابا.